خدا ازبید برادر عزیز التماس میکنم از شما همین نوار پهن کنین پهن که هم بدبخت در جای بوشه به قپانش یعنی که به جوابگاری کشیده شود ای شما هیچی نمیره خیلی که نوار دستگیری کردین لایک موندین کامنتار موندین دیدین که خیلی رزولتات میته برای هم کاری کنین شما که ما همین مهنت های میکنیم اسم میریم اوس میریم الحمدلله به خاطر الله همیانی یک نتیجه بتم برادرای عزیز امیدوارم که خوب هستین سوخ سلامت هستین برادرای عزیز روز سعید جمعه خطی همه تا مبارکباد گفته پروردگار در خاندانتون فیض برکت بریزونه خب برادرای عزیز ابلوشکای ویدیو را دیدین правильно میفهمم که اینترست نمیشه که چی گپ باشه گپ شیدگی که برادرای عزیز ما میبریم گپ میزنیم خب نگاه کنیم برادرای عزیز یک خواهر ما و شما را یک اپای ما و شما را یک مادر ما و شما را یک مرد آذربایجان علو سردودگی نگاه کنیم برادرای عزیز علو برکت تا دیروز یک نوار پرتوفتیم نگاه کنیم که برادرها چم دشمن حقارت کردن ما وقتی که یک جویا میشیم مشت میشیم یعنی که ما را یگون کسی یگون کار کردن نمیتونه یگون گپ هم گفتن نمیتونه برادر عزیز برای هم قدر باید که ما سرجمانه یک جو باشیم نگاه کنید برادرها ما در تلگرام هم میمونم پایان کامنتار دا پسیل کپ بدروین پادپیسات سکنین عیناً در ایش هم در کانال یوتیوب مونن پادپیسات سکنین برادرای عزیز نوارهای خوار چخل اپر چخل در دودگیان میتونین که در تلگرام هم بدروین بینیش برای که یوتیوب رازشت نمیتن خب برادرای عزیز ما این مسئله دا انشالله که میرم با از پیش میبینم این مسئله را پروس اتاک موندن در کار نیست نه برادرای عزیز ما از شما خواهش میکنم همینجا نامر کارتا میبرویا همین اپای ما و شما به حد حالش بده دو فرزند داره برادر عزیز دو فرزند داره فرزنداشا الله شاهده یک زنکی روس نگاه میکنه یک زنکی روس اپیکنو چی میگن امیرا بکلا گرفتگی برای چی برای که همسایش به دستای دو چی چیزی به دستای ده همین خیل همین آدمی خوبه برادر عزیز همه وقت انشالله که در برش میستن خوبیش میکنن برای هم خنیگه کنه که ما همه وقت میگم که ما باید سرجمانه باشیم باید یک دیگر فهمی کنیم نگاه کنه که تو همین روزا اول همون آذربایجان یفتگی نیستن نمیدونم کجا شدگی های برای هم برادر عزیز لایک مونین کامنتاری بنویسونین که شتو به همین نواری ما پهن شوه شتو چنون پهن شوه که یعنی که امیرا بیاوانش در کجای باشه نباشه باید که بیاوانش سبحان الله ما حیرانم که یوجل به همین درجه آدم به انصاف باشه خیلی ها گرفتن دا گرفته به دستایش یا آذربایجان گرفته به دستای ایمی با فرزند داشته به دستای نگاه کنید دا ای خواهرها ای مادرهای توجی بیاینه که همین گرفتن یک انسانی خوبه یک آدمای با تقوا یک انسانای خوبه بگیرین که پگه این مادر وری زلال شا نبینین برادران خواهش میکنم همین مادر یک دستگیری کنین خواهر اپا و مادر ما و شما میشه و میره یک دستگیری کنین که حالتش به حد حالت وزمین دقیقه چون اویلشون کم بغل خاطری خچه ندین خاطری فرزنداش ببینیم برای چی خاطری خچه نمیبینیم حالا که الحمدلله مسلمان است خواهر ما و شما اپای ما و شما مادر ما و شما میشه برای هم برادر جانا یک دستگیری کنین در این روز سعید جمعه انشالله که ثواب میگیرین ما الحمدلله که در حقتون دوگیم برادر عزیز نواری ما را پهن کنین نواری ما را لایک مونین انشالله که معلومات پرش برادر عزیز من میرم انیق میکنم میفهمم به هر یک تا شما میرسونم در حق ما دعا کنین برادر عزیز گپای لیش نزنین نه برات دستگیری کنین نه برات دای کنین که شتو به مورانی همین موتیوات ثبت در برای شما و جوان مردا یعنی که راست باشه خداوند مهربان همتون نگهبان باشه دعا را فراموش نکنید